درود فراوان به همه عزیزان و ساکنین سیاره زمین. درود خداوند ما عیسی مسیح بر همه شما باشه. امیدوارم که هر جای این سیاره زمین هستین حالتون خوب و خوش و سر حال باشین. خواستم یه دو کلام صحبت بکنم. این کانالم که اینجا هست خیلی دوستانه و یه جوری از تجربیات خودم میخوام بگم، از زندگی خودم، از اتفاقاتی که واسه خودم افتاده و از ایمان خودم و زندگی در عیسی مسیح. و به نظرم خیلی چیزا هست که اصلا با کلام و با گفتن نمیتونی اینا بیانش بکنی. فقط اون حالت روحی و اون حالتی که توش زندگی میکنیم و باهاش هستیم نشونگر اینه که چقدر تغییر کردیم. اون حالت روحی که موقعی که واقعا میبینی که چه تغییراتی توی زندگیت افتاده و خداوند برای تو چی کار داره انجام میده، چه کارهایی برات انجام میده. وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، به اطرافمون نگاه میکنیم، توی این شلوغی، توی این خرابه ها، توی این جنگ و توی این همه چجوری بهت بگم، توی این خراب شدگی، اینا همه اینا اونجاست که بیشتر درک میکنیم وجود خداونده. چون موقعی که وقتی چیزی که خراب هست، چیزی که توش آشوب و توش یه حالت عجیبی داره، قشنگ همون گله، همون زیبایی هم تو همونجا نهفته. مثل چی؟ مثل گل نیلوفر. گل نیلوفر که تو لجن میاد، از تو لجنزار ریشش تو عمق لجنده، ولی یه روزی یه گل خیلی زیبایی میاد به نام گل نیلوفر، زیبا میشه. زندگی در عیسی مسیح هم همین جوریه. با این همه تاریکی، با این همه سیاهی های وجودمون، اون نور یه روز رشد میکنه و از دل همین تاریکی ها این نور میزنه و این فیض خداونده. این زندگی در عیسی مسیح. توی اوج تاریکی، توی اوج ناامیدی، یه کسی میاد دستتو میگیره به نام عیسی مسیح و این یه پیغامه. اگر امیدتو از دست دادی توی زندگی، اگه فکر میکنی واقعا ناامیدی، هیچ راه چاره نداری واسه برگشتن، خجالت میکشی که برگردی پیش خداوند، تو بیشتر از من گناهکار خود نیستی. از هر حالتی بیشتر از من خود تاریکی نداری، یا کمتر از من خود تاریکی نداری، یا هر تاریکی که باش دست و پنجه نرم میکنی. عیسی مسیح تو رو میبخشه و بخشیده شدی از قبل و خداوند خدای گناهکاران هم هست. هر موقع خاصی میتونی برگردی. در پناه خداوند باشید.